چالش خرید موتور با چند روز کار کردن میشه تو ایران یه موتور نو خرید. بریم که روز سوم شروع کنیم. اینجا لباسام اتو کردم، عموم کردم، آماده شدم که برم دنبال هدفم. موتورام برداشتم رفتم دنبال محمدم سوار کردم که رفتیم سمت بازار. کسی منو حمایت نمیکنه به خاطر اینکه یک بلوچ هستم دارم زحمت میکشم. لطفا حمایتم کنید تا پرقدرت ادامه بدم. میرفتم سمت بازار که گفتم نصف راه قهوه‌ای بزنیم. اینجا من محمد قهوه رو نوش معده کردیم. رفتم که پولش حساب کنید، کارتو بهش دادم، کارتم کشید، مبلغش هم شد 60 تومن. بعدش هم موتور رو برداشتیم که بریم سمت بازار. رسیدیم بازار، محمدم رفت دنبال کار خودش، منم رفتم طرف خراز. یه چند تا سفارش از پیج خرازی داشتم که این سفارش‌ها رو بسته بندی آماده کردم که برام ارسال. اینجا هم بسته ها رو برداشتم که ببرم دفتر پیشخوان. دفتر پیشخوان که بسته ها رو تحویل بدم، ولی گفت سیستما خرابه چه فلان، برو فردا بسته ها رو بیار. یعنی خیلی فشاری شده ولی نمیتونستم کاری کنم. بسته ها رو برداشتم آمدم فروشگاه. یه بار پیج خرازی استوریو گرفتم، عکس از محصولات، کارامو انجام دادم، کار بازارمو انجام دادم، موتورامو برداشتم که برم سمت خونه. اینجا رسیدم خونه، موتورامو گذاشتم، آمدم طرف گیم نت که گیم نت رو باز کنم. اینجا رسیدم، دست زدم به جیبام، کلیدا رو فراموش کرده بودم. خاک تو سرم. رفتم خونه، کلیدا رو برداشتم که برم گیم نت رو باز کنم. اینجا هم گیم نت رو باز کردم. ادامه ویدیو پارت بعد.